دوست داری تو صنعت مدلینگ کار کنی؟ مدل هستی؟ حرفه‌ای هستی؟ یا شاید هم عکاس و فیلمبرداری یا گیریمور؟ شاید بشه برات یه کاری کرد. این ویدیو به دردتون میخوره. سلام دوستان گلم، من ارشیا هستم. به کانال خودتون خوش اومدین. همونطور که میدونین تو این کانال ما ادابازی نداریم، چیزی رو اغراق نمی کنیم، همه چیزو عین حقیقت بررسی میکنیم و بیان میکنیم، چه بد چه خوب. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش تا بهت بگم در مورد صنعت مدلینگ در کشور تایلند و جنوب شرق آسیا. خب تو مرحله اول دوستان، بحث مدلینگ توی ایران و تو کشورهای دیگه بسیار بسیار متفاوته. تایلند یکی از کشورهایی که تو بحث مدلینگ، صنعت مدلینگ، تیزرهای تبلیغاتی، عکاسی و اینجور مسائل، حتی سریال‌های خودشون خیلی خیلی جدیدن دارن پیشرفت میکنن و بسیار دارن از خارجی ها استفاده میکنن برای تبلیغاتشون، برای فیلم و سریالاشون. و این موج چند سالی هستش که مخصوصا بعد از دوران کرونا راه افتاده و یک صنعت بسیار بسیار خوبی در کشور تایلند هستش. حالا شما یا مدل هستید یا علاقه‌مند هستید که مدل باشید، یا عکاس و فیلمبردار یا گرافیست حرفه‌ای هستین، یا گیریمور هستین. برای هر ستای این افراد در تایلند مشاغلی وجود داره که من دونه دونه بهتون توضیح میدم. خب ابتدا بگم این کار قانونی هست یا نیست. ما تو ویدیوهای قبلی صحبت کردیم راجع به گرفتن ویزای کار در تایلند و ورک پرمیت و اینکه شما اگر هر کار دیگه‌ای بکنید غیر قانونی اگر مجوز کار نداشته باشید. دوستان کار مدلینگ در تایلند به صورت رسمی نمیشه گفت قانونیه، ولی در این حال غیر قانونی هم نیست، چون همه دارن ازش استفاده میکنن و یک شغل در واقع کنار شغل اصلی حساب میشه. شما در حالتی فقط میتونید از طریق شغل مدلینگ ویزای کار بگیرین که یک ایجنسی یا یک شرکت بزرگ تبلیغاتی شما رو اسپانسر بشه و خودش بخواد برای شما ویزای کاری بگیره. اینم برای کسانی که بسیار حرفه‌ای‌اند، به شهرت رسیدن، مدل جهانی هستن و این افراد خب شانس گرفتن ویزای بحث مدلینگ رو دارن. در غیر این صورت افراد دیگه به صورت جست گریخته تو این صنعت کار میکنن و خیلی کوتاه، بعضی اوقات به عنوان حتی سیاهی لشکر کار میکنن. پس این نمیشه گفت قانونیه و نمیشه گفت غیر قانونیه. یه چیز قشنگی که صنعت مدلینگ داره اینه که هم کاره هم تفریحه. یعنی کار مدلینگ کاریه که هم به شما پول خوب داده میشه، هم در این حال دارید تفریح میکنید و امکان سفر دارید به جای مختلف، شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف، بسته به اون پروژه‌ای که میخوان کار بکنن. دوستان خب سوال میکنن چجوری ما میتونیم مدل باشیم توی تایلند، چطوری میتونیم کار مدلینگ انجام بدیم؟ بچه‌ها یه سری شرایطی داره که باید داشته باشیم. اول اینکه کنکارت باید تهیه بشه، عکسای حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای باید تهیه بشه، کلیپ‌های کوتاه و بلند در زمینه‌های مختلف باید طراحی بشه. اون فرد یک رزومه برای خودش جلب میکنه و بعد اون رزومه رو ما به ایجنسی‌هایی که کار مدلینگ دارن انجام میدن و هر روز صدها دهها تبلیغ برای جذب مدل میذارن، میفرستیم و اونها دعوتتون میکنن برای تست. بعضی از شغل‌های مدلینگ که شغل‌های اکسترا بهش میگن یا سیاهی لشکر، اینها تست هم نداره. یعنی شما فقط میرید اونجا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت وقت میذارید، عکاسی انجام میشه، فیلمبرداری انجام میشه، مبلغ رو به شما میدن و خداحافظ میرید. بسیار بسیار راحت، به همین راحتی که من به شما گفتم. پس ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به کنکارت داریم که من نمونهشو برای شما میذارم که یعنی چی؟ چند تا عکس در مدل‌های مختلف، یک ویدیو معرفی از خودتون به زبان انگلیسی، قدتون چنده، وزنتون چقدره، تجربه کاری دارین، یک ویدیو کمتر از 1 دقیقه‌ای از خودتون درست می‌کنیم، باز هم من نمونهشو براتون میذارم و بعد شروع می‌کنیم تبلیغ کردن در ایجنسی‌های مختلف و زیر آگهی‌های مختلف، میفرستیم برای 10 گروه در واقع کار مدلینگ در تایلند و اونها امکان داره با شما تماس بگیرن. شرط حضور در تایلند داره دوستان، باید در تایلند حضور پیدا بکنید. خیلی‌ها هستن، خیلی‌ها رو من میشناسم، مدل‌های روس، اروپایی و حتی ایرانی، اینا میان تو تایلند پروژه میگیرن، 1-2 ماه تو تایلند کار میکنن و دوباره برمیگردن، بعضی مدت دوباره میان. خیلی‌ها دارن اینجوری کار میکنن، حتی توی بحث فیلمبرداری، عکاسی، گیریم و غیره و ذالک. خب
همونجور که من صادقانه صحبت میکنم، بدیای این کارم بذار بهتون بگم، بعد خوبیاشم بهتون میگم، مثل اون ویدیویی که بدیای خوبیای تایلند رو بهتون گفتم. خب اولین بدیه این کار اسکمرها هستن. اسکمرها کیان؟ کسایی هستن که اصلا کارشون شغلشون این نیست، حرفه‌ای نیستن، شناخته شده نیستن. این افراد فقط به قصد وقت گذرونی یا سوء استفاده متاسفانه شروع میکنن یه سری آگهی‌های میدن برای تبلیغات و مثلا میخوان جذب مدل بکنن، در نهایت هم اگه کاری انجام بدن پول پرداخت نمیکنن. البته شناسایی این اسکمرها بسیار بسیار راحته. من پیشنهاد نمیکنم شما خودسرانه بخواید وارد همچین صنعتی بشید. حتما باید مشاوره بگیریم و حتما با کسانی که سابقه کار دارن باید کار بکنید. اولین بدیه این شغلی که امکان داره گیر اسکمرها هم بیفتی. دومین بدی که داره چیه؟ رقابت بسیار بسیار سنگینه. شما فکر کن تایلند یه کشوریه که از تمام دنیا آدم داره میاد اونجا و خیلی از جوان‌ها از کشورهای مختلف، روس‌ها هستن، اوکراینی‌ها هستن، امریکایی‌ها، اروپایی‌ها، از تمام دنیا، خیلی از ما خوش‌تیپ‌تر، چشم رنگی، نمیدونم موی بلوند، همینا هست اینجا. و در صورت رقابت تو صنعت مدلینگ بسیار کار سختیه ولی نشدنی نیست. ما ایرانی‌ها خب خوش‌تیپیم، دخترامون، پسرامون خوش‌تیپن، جذابن، میتونن کار انجام بدن، پس خودمون هم نباید دست کم بگیریم، ولی رقیب تو این کار بسیار زیاد داریم. سومین بدیش میتونم بگم که ساعت مشخص و مکان مشخص نداری. یعنی امکان داره شما یک روزی یک جایی بهتون بحث مدلینگ بخوره در یک شهر دیگه‌ای و مجبور بشید مثلا پرواز داشته باشین یا با اتوبوس، قطار، بساط خودتون اونجا برسونید. پس ساعت مشخص نداره، امکان داره نصف شب باشه، امکان داره صبح زود باشه یا ظهر باشه و جاش هم همیشه مشخص نیست. جاهای مختلف برای تبلیغات مختلف شما رو میخوان و امکان داره برای بعضیا سخت باشه، حتی کشورهای دیگه. شاید شما یک پروژه‌ای در تایلند بهتون بخوره و مثلا به شما بگم فیلم برداری در سنگاپوره و ما ایرانی‌ها به دلیل مشکلات ویزا امکان داره خیلی از فرصتایی که تو کشورهای دیگه است رو از دست بدیم، چون نمیتونیم ویزا بگیریم به راحتی سفر بکنیم. خب بدیاشو گفتم، خوبیش هم بگم. یکی از خوبیاش اینه که خیلی زود دوست پیدا می‌کنید، دوستای خارجی خیلی راحت پیدا می‌کنید تو این بحث و در واقع یه شغل بین‌المللیه، یه کاریه که شما در سرتاسر دنیا میتونید انجام بدین و دوستان خیلی خوبی از سرتاسر دنیا پیدا می‌کنید. دومین خوبیش اینه که درآمد خوبی داره این کار. به نسبت کاری که انجام میدین درآمد خوبی داره. من شغلای سیاهی لشکری رو به شما بگم که شاید مثلا یه نصف روز یا 2-3 ساعت وقت شما رو بگیره که بین 2000 تا 5000 بات تایلند به شما پرداخت میشه. خب این عدد خوبیه مثلا برای یک روز عکاسی یا فیلم برداری. مشاغلی داریم سنگین‌تر از اون. تیزرهای تبلیغاتی داریم که من دیدم، تبلیغاتی که مثلا تیزر تبلیغاتی که 100,000 بات بابت بازی کردن به اون تیزر به اون مدل میدن. پس درآمد خوبی میتونه این شغل داشته باشه. همیشگی نیست ولی درآمد خوبی میتونه داشته باشه. درآمد مدل‌ها چقدره؟ واقعا هیچ محدودیتی نداره. شما اگه سیاهی لشکر باشین روزی بین 2000 تا 5000 بعد میتونید درآمد داشته باشین. اگر هر روز پروژه باشه برای مدل‌های عکاسی حرفه‌ای بین 10 تا 15000 بعد برای هر پروژه‌های تیزر طولانی مدت 10 دقیقه‌ای 1 روبه داریم، شاید 100,000 بعد درآمدش باشه. و حتی فیلم و سریالایی که در تایلند داره ساخته میشه بسیار دارن از خارجی استفاده میکنن که اونا دیگه اصلا توی لیگ دیگه‌ای دارن بازی میکنن. پس درآمد کار مدلینگ نامحدوده و این بسته به توانایی شما، جذابیت شما، روش اکتینگتون، اون نقش بازی کردنتون، اینها به اینها مربوط میشه. خوبی سومی که داره اینه که به شهرت میرسه طرف. خب ببین شما فکر کن داری توی یک صنعتی کار میکنی توی کشور تایلند، جنوب شرق آسیا، تلویزیون، سوشیال مدیا، همه جا دارن شما رو میبینن و کم کم مشهور میشی تو اون کشور و تو کشورهای دیگه تو جنوب شرق آسیا مخصوصا. خب وقتی به شهرت برسی مسلما پیشنهاد کاری بیشتری بهت میشه، پول بهتری بهت میدن و همه این عوامل باعث میشه که شما همجوری به سمت رشد پیش بری و در نهایت میتونی بعد از اینکه به شهرت رسیدی یک ایجنسی، یک شرکت بزرگی بیاد شما رو استخدام بکنه، استخدام رسمی، یعنی در واقع مثل بازیگرا شما رو خریداری بکنه. اینا پول میدم 1 سال برای من باش. خب دوستان بس برای کار مدلینگ بسیار زیاده. یه عکس خوشگلم ازتون بگیرم.
راههای ارتباطی رو براتون می‌نویسم اینجا. میتونید با من در تماس باشین، چه در اینستاگرام، چه در اپلیکیشن لاین یا واتساپ یا تلگرام. اگر سوالی دارید از من بپرسین، کامنت بذارید و اگر میخواید وارد این صنعت بشید شاید من بتونم کمکت کنم. مرسی که ویدیو رو دیدین. خوشحال میشم سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.